زن بسیار با عصبانیت به پادشاه نگاه کرد، گفت ای جهنمی از من دست خود را دور کن. پادشاه همینجا به عصبانیتش گل کرد، به خشم آمد، گفت اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی. فتوا بدین این زن طلاق شده یا نه؟ گفتم ما که نمیدونیم پادشاه جهنمی است یا بهشتی است، از کجا بدانیم؟ وقتی این را میدانستیم بعد فتوا میدادیم. ای پادشاه از کی بترس؟ الله. یا مالکو اتق الله. ای پادشاه، ای مالک من، از الله بترس. علما جمع شدن به این فقیه گفتن تو چی میگویی؟ چگونه این فتوا را داری؟ از کجا میدونی که پادشاه جهنمی نیست بهشتی است؟ گفت من نگفتم، قرآن این فتوا را داده است. در زمانی که از فقهای بزرگ امت اسلامی پادشاهی با زن خود دعوایی کرد، زن خود را خیلی زیاد دوست داشت. انوار علم عمل یونس پالنپوری رحمت الله علیه آورده، خیلی زن خود را زیاد دوست داشت. دعوایی کرد، زن به شوهرش به این پادشاه گفت که وقتی این نزدیکش رفت معذرت خواهی میکرد، نوازشش میکرد زن خود را که از عصبانیت و قهر خود پایین بیاید. گفت ما با هم صلح میکنیم، یک دعوایی بین زن و شوهر بود، الان گذشت، صلح میکنیم. زن بسیار با عصبانیت به پادشاه نگاه کرد، گفت ای جهنمی از من دست خود را دور کن. پادشاه همینجا به عصبانیتش گل کرد، به خشم آمد، گفت اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی. اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی. بعد از این که این کلمه از زبان پادشاه کنده شد، چون زن خود را دوست داشت، مردم خیلی زیاد دوست دارن زنان خود را، سخت است این مردی که زن خود را طلاق بده. باور کن صدها مرد تا هنوز آمده که من زن خود را 3 طلاق کردم، الان پشیمانم، گریه کردم، پیش من گریه کرده که یکم راهی هست، یکم راه و چاره هست که من دوباره در کنار زن خود باشم. پادشاه هم پشیمان شد و این زن هم پشیمان شد که چه اتفاق افتاد. چند عالم را که میشناختن اون علما را طلب کردن، گفتم که فتوا بدین این زن طلاق شده یا نه؟ گفتم ما که نمیدونیم پادشاه جهنمی است یا بهشتی است، از کجا بدانیم؟ وقتی این را میدانستیم بعد فتوا میدادیم. یکی از این فقها که خیلی بیدار بود و خبیر بود اون را پیدا کردن. اون فقیه و دانشمند و عالم آمد، گفت من میخوام یک چند لحظه با پادشاه خلوت کنم. بعد از این که با پادشاه خلوت کردم فتوای خود را صادر میکنم. پادشاه را بردن در خلوت به همراه این عالم. اینجا را خوب گوش کن. این عالم برای این پادشاه گفت که جناب پادشاه سوال دارم، برای حل مسئله سوال دارم از شما. گفت کدام وقت شده، کدام روز اتفاق افتاده که هیچ چیز مانع شما نبوده، فقط و فقط ترس الله سبب شده شما گناهی نکرده باشید؟ خوب دقت کنید. آیا اتفاق افتاده که گاه وقت هیچ چیز سبب نشده، فقط ترس الله رب العزت والجلال، شما به خاطر ترس الله نفس را سرکوب کرده باشین، گناهی نکرده باشین؟ پادشاه چند لحظه سکوت کرد، بعدش گفت بله. گفت یک روز داخل حرم می شدم، گفت یک دختر وارد حرم من کار میکرد که از کنیزای من نبود. وقت داخل یکی از اتاقها را پاکسازی میکرد و پاک میکرد، صفاکاری میکرد، من داخل شدم دیدم که این دختر خیلی زیبا صورت است. گفتم من هم پادشاه هر خواهش کنم کس نمیتواند مانع شود. گفت رفتم داخل، دروازه را بسته کردم. گفت این دختر احساس کرد که من به سمت او میآیم. گفت همین که نزدیکتر شدم این دختر خود را به گوشه گرفت، برای من گفت یا مالکو اتق الله. ای پادشاه از کی بترس؟ الله. یا مالکو اتق الله. ای پادشاه، ای مالک من، از الله بترس. گفت وقتی این کلمه از زبان این زن کنده شد، مو در بدن من سیخ شد، در پای من لرزید که من پادشاه هم، ولی پادشاهی بزرگتر از من که تمام اعمال مرا در تحت پیگرد خود قرار دارد، در تحت شعاع دید خود قرار داده است، از من مافوق پادشاهی هم وجود دارد که تراقب و تراسب میکند اعمال مرا.
گفت رفتم در را باز کردم، به این دختر گفتم برو بیرون. گفت همین کار رو کردم. این فقیه به پادشاه گفت زنت 3 طلاق نشده، برو با زنت زندگی کن. علما جمع شدن به این فقیه گفتن تو چی میگویی؟ چگونه این فتوا را داری؟ از کجا میدونی که پادشاه جهنمی نیست بهشتی است؟ گفت من نگفتم، قرآن این فتوا را داده است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله. کسی که ترسید از منزلت و مقام پروردگار خیش و نهى النفس عن الهوى و نفس خود را مهار کرد از خواهشاتش، فإن الجنة هي المأوى، جنت جایگاه او است. گفت من دیدم پادشاه را که به خاطر ترس از الله خواهشات نفس خود را زیر پا کرده، دانستم که جهنمی نیست. سبحان الله. یکی از علما میگفت هر جوانی که توانست از جایی که اونجا محل زنا و گناه هست از ترس الله از اونجا فرار کرد، اگر بگوید من بهشتی هستم دروغ نگفته است. چرا قرآن گفته و نهى النفس عن الهوى، نفس خود را از خواهشات منع کند، فإن الجنة هي المأوى. عزیز من، کسی به نام فضاله بود، وقت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد، مشرکین مکه 20 سال با پیامبر چیکار کردند؟ اصحابش را شهید کردند، مال اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم مصادره کردند، پیامبر را از خانه و شهرش بیرون راندند، دخترش را که سر شتر بود شتر را تو رانیدن، دختر از سر شتر افتاد، دختر رسول صلی الله علیه و سلم سقف جنین کرد، طفلی که در شکم داشت اون طفل مرد. 20 سال این کار را با رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن. وقت آمد به مکه و 10,000 جنگجو وقت وارد مکه شد، به کلگی اعلان کرد اذهبوا انتم الطلقاء، بروین کل شما آزاد هستین، همه شما را بخشیدیم. سبحان الله. رسول صلی الله علیه و سلم گفتن بروین همه شما را بخشیدیم. در بین این کسایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشیده بود کسی به نام فضاله بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این هم گفت تو را هم بخشیدم، اما این چی کار کرد؟ نفس اماره، نفسی که سرکوب نشود، نفسی که خودخواه باشد، نفسی که تو را سوار شده باشد، او به آرامش نمیرسد. اونهایی که حسادت دارن از نفس است، اونهایی که بخل دارن از نفس است، اونهایی که کینه دارن از نفس است، اونهایی که تکبر دارن از نفس است. این دروازه هایی است که نفس برای تو باز کرده. فضاله خنجر را گرفت، گفت به یک وقت فرصت حمله میکنم به رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر را شهید میکنم. رسول صلی الله علیه و سلم در وقت طواف رو به طرف فضاله کرد، به او نزدیک شد، گفت فضاله به نفس خود چیزی را پنهان کردی، به نفس خود چیزی را پنهان کردی، از سیمای تو قسم دیگر معلوم می شود. فضاله گفت من ذکر الله میکنم. رسول خدا فرمود از الله طلب آمرزش و مغفرت بکن، چیزی را به نفس خود پنهان کردی. فضاله میگه دست خود را بلند کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم من فکر کردم که مرا میزند، اما دست خود را آورد سر دل من گذاشت. گفت ای فضاله از خدا بترس، از خدا بترس، آنچه در نفس خودت است بیرون بریز، از الله طلب آمرزش بکن. فضاله میگه پیش از این که دست پیامبر به بدن من برسد، قوی ترین دشمن من و منفورترین شخص در روی زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم به من بود. همین که دستش به دل من رسید، محبوب ترین شخص در کره زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. ببین عزیز من، این کینه ها، این کدورت ها، این خوردن حق برادر، خوردن حق خواهر، حرام خوری ها، سود، ربا، رشوه، قتل، غارت، دزدی، سرقت، خیانت، همه مال چی هست؟ مال نفس است. عزیز من، تمام فضائلی که تو داری موره های تسبیح است. این نفس تار تسبیح است. تو اگر حج میکنی یک موره تسبیح است، نماز میخوانی دیگر موره تسبیح است. همه اینها را تارش چی است؟ نفس. اگر این را مهار نکردی، این تار بران نبود، تمام این موره ها پراگنده میشود.
متوجه این نفس باش. حضرت مولانا میگه 100 هزاران دام و دان است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم از مکر موش، گر نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست، اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. مولانا می فرماید ای جوان، ای مسلمان، تو خیلی زحمت میکنی، حج برو، تسبیح بگو، صدقه بده، خیرات بکن، گریه بکن، تهجد بخوان، این و آن بکن، اما از موشه که در وجود تسبیح خبری. تو اعمال را جمع کردی، 40 سال طاعت، 40 سال حلقه ذکر، 40 سال دعوت و تبلیغ، ولی خبر نداری که اگر یک موشه که در درون تو به نام نفس است این را سرکوب نکنی، یک روز انبار گندم خود را باز کنی که یک گندم داخل انبارت نیست، همه را کی برده؟ موش. گر نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمالی 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. این نفس اماره بالسوء و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. حضرت یوسف گفتن چگونه توانستی در برابر زلیخا و زنان مصری مقاومت بکنی؟ یوسف چی جواب گفت؟ اما ابرئ نفسی، من نفس خود را تبریه نمی کنم، این از کمال من نیست. این نفس لاماره بالسوء، نفس انسانها را به سوی فحشا، به سوی گناه و معصیت میکشاند، الا ما رحم ربی، مگر کسی را که الله برش رحم بکنه، مگر نفس را که الله برش رحم بکنه. علما میگن چی کار بکنی که نفست مهار شود؟ میگه از او طلب بکن که کمکت بکنه، از او یاری بگیر، چون وقت الله به تو یاری کرد اون وقت به تو خیلی آسان می شود. مثال ما، یک مثال بزنم، مثال ما با الله مثل مثال طفل است با پدرش. این مثال است برای روشنایی ذهن، مثال رو میزنم. وقتی طفل خردسالی که تازه به راه رفتن شروع میکنه، باز پدرش او را یک 3 4 5 قدم دورتر میمانه، استادش میکنه که دستایش استادش میکنه، باز یک چند قدم پس میره، برای او بچه چی میگه؟ تناکو، قدم بگذار. او بچه بار اولش که قدم میگذاره میترسد، وحشت میکنه، شاید بیفتد، برش میگه قدم بگذار، بار یک قدمی که بر میداره پدر دویده او را در آغوشش میگیره، میگه آفرین، خوب گشتی، خوب مرا گیر کردی، در حالی که یک قدم برداشته، قریب بود که سقوط بکنه، دویده آمد در آغوشش گرفت. عزیز من، معامله ما با خدا این گونه است. حدیث میخوایی؟ حدیث امام بخاری، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه و این تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. وقت بنده یک بلس به سوی من می آید، الله می فرماید قدم اول رو تو برداشتی. ای عزیز من، مسیر الله مسیر رفتن نیست، مسیر بردن است. تا اون نبرد نمیتوانی بروی، سخت است. شیطان گفته لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ای الله، سر صراط مستقیم من نشستیم، بنده هایی که به سمت تو بیاید از اونجا نمیمانم که به سمت تو بیاید. من اذا تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. وقت بنده به سمت من بیاید 1 وجب، من به سمت او میروم 1 متر. و این تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا. وقت بنده به سمت من بیاید 1 متر، من به سمت او میرم 4 متر. و این اتانی یمشی اتیته هرولة. بنده آهسته بیاید، الله میفهمه من دوان میروم. فقط من یک بار گفته بودم که وقتی به گناه روبرو شدی 1 بار فرصت بده که بگوی استغفر الله. بگو 1 بار بلند، استغفر الله. همین فرصت رو به خود بده که مثل یوسف 1 بار بگوی معاذ الله.
اون وقت الله رب العزت و الجلال میرسد و دست تو رو میگیرد و بالا میکشد.